روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط رویدادها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی منظوری شما میکنیم. اینترنت دوباره در بدخشان پیدا شد ولی نه همه به آن دسترسی دارند. مقامات تاجیک به دهها دانشجوی افغان اجازه نداد که برای به تحصیل وارد تاجیکستان شوند. قانون سختگیرانه نسبت به مهاجران در روسیه به عمل می درآید و در کل سررس شبکه دیدبانی کیهانی چین به کار درآمد. در کارخانه‌های دولتی و برخی سازمان‌های بین‌المللی در ولایت مختار کوهستان بدخشان اینترنت دوباره دسترس شده است، ولی ساکنان عادی میگویند هنوز در تلفن‌های موبیلشان اینترنت فعال نشده است. در پی اعتراض روزهای 25 و 28 نوامبر سال روان که پس از کشته شدن یک ساکن رشد قلعه رخ داد، دسترسی به اینترنت در ولایت بدخشان قطع شد. دوباره دسترس شدن اینترنت یک بندی سازش مقامات با نمایندگان اعتراضگران بود. مقامات گفته بودند که در صورت ختم اعتراض دسترسی به اینترنت را برقرار میکنند. عاملان قتل گلبدین زیابکوف را به جوابگری میکشند و اعتراضگران را تعقیب نمیکنند. کارمند یکی از سازمان‌های جمعیتی روز 7 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که این صبح در جای کاری آنها و کارخانه‌های دولتی اینترنت پیدا شد. با گفته او رهبر آنها تأکید کرده است که از اظهار نظر و نشر عکس و ویدیو در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند. برخی ساکنان روشان گفتند که چند روز باز تنها از طریق یک شرکت موبیلی به اینترنت دسترسی دارند ولی سرعت اینترنت خیلی ضعیف است. روز گذشته نیز نامه برخی از ساکنان ولایت بدخشان به سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. در نامه که از نام والدین داوطلبان دانشگاه‌های روسیه نشر شده است گفته می‌شد که بنابر سبب نبودن اینترنت فرزندان آنها نمی‌توانند در ثبت نام کردن خود برای داخل شوی در دانشگاه‌های روسیه اشتراک کنند. مقامات تاجیک هنوز درباره قطع و دوباره فعال کردن اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان هیچ اظهاراتی نداده است. مقامات تاجیک به حدود 100 تن از دانشجویان افغان که در دانشگاه‌های تاجیکستان تحصیل می‌کنند اجازه ورود به قلمرو این کشور را نداده است. بیش از 10 دانشجوی افغانی که رادیو آزادی با آنها صحبت کرد گفتند که از ماه آگوست به این سو تلاش ورود به تاجیکستان را کردند ولی نتیجه نداد. مقامات تاجیک هنوز شرح ندادند که چرا به دانشجویان افغان اجازه ورود دادن نشد. امیرالله ثناءالله ساکن ولایت بدخشان افغانستان که در دانشگاه اگراری تاجیکستان تحصیل میکرد میگوید مهلت روادیدش یک ماه دیگر باقی مانده است. او گفت بیشتر از 10 بار از چند نقطه مرزی تلاش وارد شدن به خاک تاجیکستان را کرد ولی نتیجه نداد. حالا در تاجیکستان از آغاز سال نو تحصیل بیش از 3 ماه گذشته است. میانه‌های ماه آگوست طالبان افغانستان را تصرف کردند. تاجیکستان حکومت طالبان را اعتراف نمی‌کند و با این گروه هیچ همکاری ندارد. تفصیلات این موضوع را دوام روز در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. امروز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین تشنج در رابطه با تجمع نیروهای روسیه در مرز اوکراین، دورنمای پیمان ناتو در منطقه و تقاضاهای امنیتی روسیه را بررسی می‌کند. صحبت توسط خط ویدیویی دایر می‌شود. این دومین دیدار روبروی رهبران دو کشور از زمان سر قدرت آمدن بایدن در ماه ینور سال روان است. طبق اظهارات قصر سفید در عرفه این صحبت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با متفقان کشورش بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان مشورت کرد. در این اظهارات گفته می شود که ایالات متحده آمریکا از استقلالیت و تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی نموده جانبدار رفع تشنج در منطقه است. منصبداران آمریکا میگویند مسکو در مرز اوکراین و نیم جزیره کریم که در سال 2014 از طرف روسیه اشغال شده است بیش از 150,000 افسر و سرباز را سفربر کرده است. آخر ماه دکبر در روسیه قانون به عمل می درآید که ثبت قاعده های بود و باش مهاجران را سخت‌تر می کند. بر اساس تغییر قانون ورود شهروندان خارجی بر روسیه که چند ماه پیش دومای دولتی آن را تصویب کرد، گرفتن ایزی انگشت مهاجرانی که بر روسیه می آیند، گرفتن عکس و از تشخیص طبی بیماری های سرایتی گذراندن آنها حتمی می شود. کریم جان یاروف یک تن از حامی حقوق مهاجران میگوید قانون نافهمی های زیادی دارد و در عموم زندگی مهاجران را سخت‌تر می کند.
مهاجران بعد از 29 دکبر سال 2021 باید که در نزد شعبه های پلیس باید که ایزی انگشتان خود را سپارند و همچنین رسم گیرند و به آنها یک کارت داده می شود که در آن کارت در یک طرفش نام و نسب، جنس، سال روز سال تولدش و نوشته می شده می شود. در طرف دیگر باشد شهروندیش، رقم خود شناسنامه از کجا داده شده است و اینچنین یک چیپ با ایزی دو انگشت مهاجر در آن جایگیر کرده می شود. نوگانی مذکور به خارجیانی که به قلمرو روسیه بدون ویزا و به مدت طولانی یعنی برای بیش از 90 روز میآیند داخل خواهد داشت. تمام این رسمیات را مهاجران در مدت 30 روز از زمان ورود به کشور یا هنگام مراجعت برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتنت باید به انجام رسانند. اگر مهاجر برای گذشتن از نظارت بیومتری و طبی سرکشی کند، مهلت بود و باشش در روسیه کم می شود. در صورت آشکار شدن بیماری های خطرناک سیرویتی و یا معتاده شهروند خارجی به او اجازتی در روسیه ماندن داده نمی شود. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می کند. راه آهن ازبکستان در ماه دکبر برای آوردن شهروندانش از روسیه 8 قطاره علاوگی راه اندازی کرده است. قطاره نخستین روز 4 دکبر به راه برآمده است. قطاره های باقی مانده در دوام ماه دکبر به راه خواهند برآمد. بلیط برای این قطاره ها تنها از یک سمت از روسیه به ازبکستان فروخته می شوند. مشتری ها همچنین می توانند بلیط ها را به طور الکترونی خریداری کنند. پرزیدنت قرقیزستان صادق جبارов فرمان درباره کمک به خانواده‌های کمبیزات را از حساب پایین بردن نرخ نیروی برق صادر کرد. با آگهی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قرقیزستان، دیوان وزیران این کشور وظیفه‌دار شده است که تا 1 ینور سال 2022 نرخ 1 کیلووات ساعت برق را برای خانواده‌هایی که کودک تا 16 ساله دارند و از دولت کمک پولی دریافت می‌کنند 50 تین معین کند. جبارов ماه نوامبر در جلسه شورای امنیت قرقیزستان گفته بود که نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای خانواده‌های کمبیزات از 77 تا 50 تین ارزان کرده شود. این دستور در پس منظر نارسایی نیروی برق در قرقیزستان صادر شده است. قرقیزستان سال روان به علت کم‌آبی در آبانبارهایش با بزرگترین بحران انرژتیکی روبرو شد. اکادمیای علم‌های چین اعلام داشت که یکجا با اکادمیای علم‌های تاجیکستان، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان و دیگر واحدهای ایستگاه دیدبانی سربند کولی سرز را در تاجیکستان به کار درآورد. این نهاد از 4 بخش عبارت بوده. همه گونه دیگرگونی‌های سربند سرز را در سطح میلیمتری به واسطه ماهواره خبر می‌دهد. آن از نیروی آفتاب برق می‌گیرد و یکی از نوترین دستاوردهای تکنولوژی چین در خارج از آن کشور شمرده می شود. پیشتر مقامات تاجیکستان از احتمال نصب تجهیزات نوی دیدبانی کولی سرز خبر داده بودند، ولی نگفتند که این شبکه را چین می سازد. ماه یولی امسال معاون رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان امامعلی ابراهیم زاده گفته بود دستگاه‌های نو 100 مراتب بهتر بوده با سرمایه بانک آسیایی رشد از سوی یک شرکت ایتالیایی ساخته شدند. کولی سرز سال 1911 بر اثر یرچ یا کوچیدن کوه میان نواحی روشان و مرغاب امروز به وجود آمده حدود 17 میلیارد متر مکعب آب دارد. کارشناسان میگویند که در صورت رخنه دیدن کولی سرز نه تنها ساکنان روستاهای بدخشان تاجیکستان بلکه ساکنان دیگر کشورهای پایاناب منطقه آسیای مرکزی نیز با خطر روبرو میشوند. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که امروز 7 دکبر قرب $1 برابر با 11 سامانی و 29 دیرم، 1 یورو به 12 سامانی و 80 دیرم مقرر شده است. قرب روبل روسی مثل دیروز بوده 1000 روبل به 152 سامانی و 25 دیرم تبادل می شود. بینندگان عزیز، 10 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. خبرهای دیگر را در برنامه اخباری آزادی پیشکش شما خواهیم کرد. برایتان روزی با قرار می خواهیم.